الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. یک چند صفتهای اهل جنت. یکم، از سخنهای بیهوده و عملهای بیفایده دوری می جویند. دوم، بدی را به نیکی جواب می گردانند. سیوم، نمازهای خود را با آرامی و خاطر جمعی ادا می نمایند. چهارم، قسمی از شب را به ادا نمودن نماز تهجد می گذرانند. پنجم، در سحرگاه با ذکر و با استغفار مشغول می شوند. ششم، شرمگاه خود را از راه حرام نگه می دارند. هفتم، از حساب و کتاب روز قیامت همیشه در هراسند. هشتم، علاقه خویش و تباری را هیچگاه قطع نمی کنند. نهم، برای ادای عبادت و دوری از گناه و معصیت صبر می کنند.